خیلی خیلی خوش آمدین. استدعا میکنم دوستانی که سردشون ممکنه باشه، اینجا همین چند روز پیش به مبارکی قدم شما این قسمت بخاری نداشت. همین شاید 2-3 روز پیش یه مؤسسه خیلی خوبی هست، اینطور که آدم کارشون رو میبینه، مثلا یه روزه این بخاری ها یه روز از صبح تا شب چند نفر تموم کردن و غیره. به هر حال این خودش یه خبر خوب از نظر اون استعداد ذاتی که ملت ما داره. و قبلا هم یادم خیلی وقت پیش گاهی مقالاتی تو مجلات مثلا تایم، نیوزویک، اینا از قول رهبران اون موقع گفته میشد در مورد استعداد ذاتی مردم ایران و تئوری‌های خیلی جالبی هم هست که هرچند به نظر بعضیاش یه مقدار عجیب میاد که بعضیا علت باهوش بودن ایرانی‌ها رو زندگی در سرزمینی میدونن که بسیار زلزله خیزه و در نتیجه به طور طبیعی ما عادت کردیم که هوشیار باشیم و در وهله اول خیلی به نظر عجیب میاد که یک کشور زلزله خیز مردمش با اون چه ربطی میتونه با هم داشته باشه، ولی خب تو خلقت بین همه چیز با همه چیز دیگه یه نوع ارتباطی هست و در واقع منم به عنوان کسی که هم در ایران دانشگاهم خیلی وقت پیش که بسیاری از دوستان متولد نشده بودن، 1347 از دبیرستان ما فارغ التحصیل شدیم و اون موقع هر دانشگاه یک کنکوری داشت و چند تا کنکور داشت. ضمن اونایی که قبول شدن دانشگاه پهلوی شیراز بود که یک سال از تهران رفتم شیراز. اونجا هم خب فامیل زیاد داریم، خاله ها بودن و غیره بهشون بودیم. بعد از یک سال تازه وزارت علوم تأسیس شده بود و امتحان زبان میگرفتن و با شرایط بسیار ساده. افرادی که میخواستن برن خارج تحصیل کنن فقط امتحان زبان میدادن و بعد پاسپورت تحصیلی بهشون میدادن که برن تحصیلشون رو بکنن تا هر مقطعی که دلشون خواست، لیسانس، دکترا، فوق دکترا، هر چی. و حتی برای افراد علاقه‌مند بدون که کوچکترین اجباری باشه یا چیزی رو امضا کنن یا التزام عملی به کسی بدن، بورس هم شرکت نفت میداد بدون که شخص مجبور باشه حتما برگرده صنایع نفت کار بکنه، صرفا برای اینکه یه ایرانی بتونه در بین دانشجوها چه امریکایی چه خارجی تو کشورهای دیگه بتونه سرش رو بلند نگه داره. ما در ضمن تحصیل کار هم میکردیم، چه تو کتابخونه چه کافتریا، لازم بود زمین رو هم میشستیم که هرچی کمتر در نامه هایی که می‌نوشتیم به مادر کمتر لازم باشه که پولی درخواست بکنیم. ولی خب هر ماه هم $120 از شرکت نفت می اومد. تنها شرطشون هم این بود که اگر به اصطلاح ترم هر کوارتری باید تشکر میکنن، باید نمره هامون رو میفرستادیم. اگر گاهی نمره ها زیاد جالب نبود خیلی محترمانه یه هشدار میدادن که فلانی لطفاً دقت بیشتری بکن، در فلان درس و فلان درس نمرات اونی نیست که ما میدونیم استعدادش رو داری
و طوری بیان قشنگ بود که خود به خود باعث میشد آدم تأثیرش رو تو اون بخش بیشتر بکنه و در نتیجه به نفع خودمونم بود که اون معدل بره بالا. و علت اینه که این صحبت رو اول قبل از معرفی کتاب خدمتون گفتم، در واقع تیتر خود کتابه که عیناً ما متن انگلیسیش هرچی بود که پشت کتاب هست Loving what is، دوستدار هر آنچه هست. حتی گاهی به وسوسه می افتادیم برسیم دوستدار هر آنچه هست و نیست، ولی خوشبختانه از خدماتی بهره مند بودیم، از خدمات دوستانه‌ای برای ویراستاری که هر از گاهی که به هر حال این تمایل در هر مترجمی و هر نویسنده‌ای گاهی پیش میاد که میخواد غلو بکنه، یک چیز رو از حد معمول یا خیلی بیشتر میخواد جلوه بده یا کمتر. و خوشبختانه افراد زیادی قابل توجهی دور بر ما بودن که هر وقت این تمایل پیدا میشد درست میکردن کار رو و در نتیجه اون ماحصل کار خیلی، اگر اجازه داشته باشم خودم این رو بگم، بسیار خوب در اومده. بعد از اینه که برای چاپ رفت تازه ما متوجه شدیم که 2 نفر 3 نفر دیگه این کتاب رو ترجمه کردن و حتی فرصتی پیش اومد که این ترجمه ها رو یکیش رو خوندیم و الحق از نظر انتخاب لغات و اینا دقیق بود. ولی خب این کتاب به خصوص اولا در مقابل زمانی که برای ترجمه گذاشتیم 1 سال، 4 سال دیگه اضافه شد برای ویراستاری. و وقتی که تایپ شد، سرکار خانم لیدا نفیسی زحمت کشید و تایپ کرد، بعد تازه به این فکر رسید که خب من رشته تحصیلی مهندسیه، هرچند بعدها با عرفان با استاد بزرگی به نام مهاریشی آشنا شدیم، معلم مدیتیشن شدیم، معلم ستاره شناسی و غیره، ولی اون خلق و خوی حفظ امانت یک مهندس هنوز درم هست که هر چی که میگم باید حتما مرجعش هم بگم که این کی گفته، از کجا اومده و غیره. و اینه که کتاب فوق العاده دقیق در اومده، منتها یک کتاب مهندسی شده و خواننده فارسی زبان نمیتونه باش ارتباط برقرار بکنه. و اینجا بود که دست به دامان دوست ارجمند دیگه شدیم، سرکار خانم سحر همایی، که هم تحصیلات و هم تجربه ایشون در زمینه روانشناسی فوق‌العاده است و هم طرز کلام، فریختگی و اون نوع آدمی که ایشون هست. دیدم وقتی در مورد این کتاب صحبت میکنیم، خب برای اینکه من ناراحت نشم جایی که به نظرش خوب بود میگفت، ولی جایی هم که واقعا مشکل داشت انگشت میگذاشت. و این بود که از ایشون خواهش کردیم زحمت ویراستاری و اینم نه به این شکل که مثلا کتاب تحویل داده بشه بگیم فلان زمان مثلا صفحه این و فلان موقع تحویل بگیریم. 1 سال و تقریبا هفته‌ای 3 روز 4 بار حتی، و هر بارم حداقل 1 ساعت از طریق همین ویدیو چت شروع کردیم از قدم اول، یکی یکی با هم خوندن و
مقابله کردن و در نتیجه اون نهایتش کتابی در اومد که هرچند حفظ امانت کاملا شده درش، ولی این بار خوندنش برای هر خواننده فارسی زبانی بسیار خوشاینده. خیلی مثال هایی که زده شده، ضرورالمثل حتی دقیقاً از متن انگلیسی به فارسی مصطلح آورده شد و همچنین در خلال ترجمه متوجه شدیم که یک ارتباط تنگاتنگی هست. هرچند خانم نویسنده، خانم بایرون کیتی، خانم امریکایی هست که تحصیلات خاصی ایشون در زمینه خودشناسی و روانشناسی نداشته، ولی این کتابش اونقدر مهم هست که شخصیتی که الان در دنیا نفر اول به حساب میاد، همین شاید 4 سال پیش مؤسساتی در امریکا که کارشون آمارگیریه یک آماری گرفتن از 100 نفر بیشترین تاثیرگذار در زمینه معنوی و مثلا آقای دکتر وین دایر شد نفر سوم و شخصیت عالی قدری مثل دالای لاما شد نفر دوم در کل جهان و نفر اول شد آقای اکهارت توله که کتاب دیگه از ایشون به نام نیو ارث رو با نام فارسی وزن و آدمی 2 سال پیش ترجمه کردیم. سرکار خانم واسقی هم زحمت کشیدن تغییر روی جلد و دختریشون هم بهاره لطفگر نقاشی ها رو کشید. حالا این کتاب هم 106 نقاشی داره که تمام نقاشی ها رو خانم بهاره فرزند کشید و تمام نقاشی هم مرتبط با مطلب و ارتباط تنگاتنگی هست بین مطالب این کتاب و ادبیات ایران، از حضرت حافظ بگیریم تا مولانا، فردوسی، سعدی، بدون استثناء مطالبی عنوان میشه که حتی در اوستا هست بدونه که این خانوم کوچکترین اطلاعاتی ماورای اصطلاح دبیرستان داشته باشه. به طور خلاصه اگر شرح زندگیشون رو خدمتون عرض کنم، در سن 35 سالگی بعد از 2 ازدواج ناموفق و 2-3 تا بچه کوچیک ایشون وارد یه تونلی میشه از افسردگی، تونل بسیار وحشتناکی که 10 سال تمام طول میکشه و علاوه بر افسردگی اون وقت حالت پرخاشجویی هم دست داده بوده و اضافه وزن خیلی زیاد، به طوری که بچه‌های کوچیکش حتی سلام میکردن، مثلا به سادگی سلام مامان، جوابشون فحشای خیلی ناجور بوده و بعد دیگه میبینن چاره ای نیست و میگذارن در یک آسایشگاه روانی. در امریکا هم خب هر آسایشگاهی تحت پوشش بیمه نیست، بعضی جاها هستن بهشون خونه نیمه راه گفته میشه، هاف وی هاوس. ایشون هم مال جنوب کالیفرنیا، ارتفاعات جنوب کالیفرنیا بود. به هر حال یه هاف وی هاوسی پیدا میکنن که شرکت بیمه حاضر بوده پولش رو بده. در واقع برای کسایی بوده که دیگه هیچ امیدی بهشون نبوده، مثلا
فرض کنید خانمایی که همینطور مرتب سر یخچال میرن یا مشکل اعتیاد به خرید چیزایی که واقعا لازم ندارن و اینجور عادتات، ایشون هم میگذارن اونجا. و چون بقیه ساکنین شدیداً از این خانم میترسیدن، از زخم زبونهاش وحشت داشتن و حتی ترس داشتن که شبا که همه خوابیدن ایشون بیاد و بکشتشون. جایی که بهش میدن اتاق زیر شیروانی بوده و تو راه پله از اتاق تا طبقه بعدی که عده‌ای خوابیده بودن، شبا سطل و چیزای سر و صدا دار میذاشتن که اگه یه موقعی این به فکر افتاد سر و صدای بیل و سطل و اینا نجاتشون. خب یک روز در ماه فوریه 1986 در واقع پایان اون 10 سال تونل افسردگی، یه روزیشون از خواب بیدار میشه و به قول خودش as if there was no me، یعنی مثل که هیچ فکری، هیچ ریکولکشنی دیگه از گذشته و آینده و اینی که این آدم کیه خوشبختانه دیگه در ذهنش نبوده. هیچ فکری که اذیت کننده باشه ایشون نداشته. بعد دخترش میاد برای ویزیت، میبینه این مامان چند روزی پیش نیست، عوض شده. دکتر میاد غیره چک میکنن و میبینن که طرز حرف زدنش، نگاهی که به زندگی کلن یه چیز دیگه است و از اون آسایشگاه مرخص میشن، برمیگردن خونه. کم کم همسایه ها می اومدن برای دیدار و در ضمن گفتار میدیدن که مشکلاتشون یکی بعد از دیگری داره حل میشه. یعنی ایشون توصیه‌ای میکرده که اینا عمل میکردن، مشکلات هر چی بوده بعد از مدت کوتاهی برطرف میشه. دیگه شروع میشه به داستان سازی که نظر کرده از فلانی یه معجزه اتفاق افتاده و غیره. یه مدت زمانی طول میکشه تا این خانم بایرون کیتی کم کم این حالت شهودی رو شروع میکنه به روشمند ساختن و از هر جایی هم استفاده میکرده، از زیرزمین کلیساها گرفته تا سرای محله ها، تا هر جایی که بهش امکان میدادن میرفته صحبت میکرده و کم کم آوازش میپیچه و حتی شوهر فعلیشون استفن میچل که یک قولیه در امریکا از نظر فرهیختگی، استاد دانشگاه و رشته‌ش هم علوم شرقیه، چه مثلا داود چین، عرفان چین، وداها، اپانیشادها و عرفان ایران باستان، اینا رو ترجمه میکرده، تفسیر میکرده و در دانشگاه ها تدریس میکرده. این فالو میکنه، همینطور این جلسات رو میرفته و میبینه اتفاقی داره میفته در مردم واقعا دست کمی از معجزه نداره. یعنی افراد چه تحصیل کرده چه بی‌سواد، چه قبلا تو این دوره ها شرکت کرده با چه دفعه اولشون، بدون استثناء با به کار بردن این روش، روشی که بعداً اسمش رو میگذاره The Four Questions، روش 4 سوال. چندین اسم دیگه هم میگذاره، من جمله کنش یا The Work و همچنین Inquiring یا خودپرسی. و میبینه این افراد در مدت خیلی کوتاهی و فقط با چند تا سوال و جواب با یه نفر دارن مواجه میشن که
واقعا علاقه‌منده که مراجع حالش خوب بشه. فقط مسئله این نیست که چند دقیقه صحبت بشه و حق ویزیتی گرفته بشه، فلان موقع بیا قرار بعدی و غیره. واقعا به طور معجزه‌آسای افراد حالشون خوب میشد. و اینه که تیتر زیرین کتاب Loving What Is زیرش هست The 4 Questions That Can Change Your Life، 4 پرسشی که زندگی شما رو دگرگون میسازد. و هرچند خود ایشون هم در همان اوایل کتاب لزوم نوشتن رو، اینه که ما ذهنمون رو از آنچه که درش میگذره خالی بکنیم بیاریم رو کاغذ، از نظر علمی شرح میده که چرا این کار لازمه. چون موقع نوشتن بخشی از مغز به نام ساب تالاموس موقع نوشتن درگیر میشه و ایگو یا منیت نمیتونه این استاد از یه شاخه به شاخه دیگه پریدن. و بنابراین اگه این سوء تفاهم برای ما پیش بیاد که میتونیم به طور شفاهی مشکلات ذهنیمون رو حل بکنیم، اینجا در واقع با این طریقه نوشتن از یه زاویه دیگه وارد میشیم، شروع میکنیم به نوشتن قضاوت هامون. در درجه اول صحبت بایرون کیتی اینه که اون جایی که مثلا مسیح گفته جاج نات یا قضاوت نکنین، قضاوت نکردن مال آسمونه، ما داریم رو زمین زندگی میکنیم، در حالی که 24 ساعت مغز در حال قضاوت هست. همین الان همین صحبت هایی که داره رد و بدل میشه، مغز اتوماتیک داره قضاوت میکنه که وضعیت هوا چطوره، فلانی پرحرفی میکنه یا کم داره میگه، بگیرم کتابو یا نگیرم و غیره. بنابراین اولین چیزی اینه که قضاوت بکنیم. حالا خودش میگه همسایه رو قضاوت کنین. همسایه منظور همسر هست، همسایه واقعی هست، پدر، مادر، چه فردی در قید حیات باشه چه نباشه، هر کسی که فکر راجبش برای ما ناراحتی میاره و به اصطلاح یه چیزی که داره آزار میده، بنابراین یک قضاوت میکنیم. منتها محل قضاوت دادگاه بیرونی نیست، یه ورق کاغذه و شمشیری هم که برای قضاوت استفاده میکنیم همین یه خودنویس. یعنی بنابراین یه ورق کاغذ، یه قلم، این میشه ابزار کار. پس قضاوت میکنیم و دو قضاوت ها رو مینویسیم و قدم بعدی اینه که تک تک اون مطالبی که نوشتیم میاریم زیر ذره‌بین این 4 سوال. 4 سوال یکیش اینه که is it true، آیا این حقیقت داره؟ 2 آیا 100% به یقین اطمینان دارم که این واقعیت داره؟ چون معمولا خب تعریف باور یعنی همین، باور یعنی چیزی که ما چشم بسته پذیرفتیم و اکثر ناراحتی ما از باورهامون شروع میشه، یعنی چیزی که بر اثر آموزش همه هم خب ظاهر قشنگی دارن و میپذیریم و بعد کم کم حاضریم به خاطر اون باور بکشیم و کشته بشیم. این میشه یک ارزش. خب حالا این 4 سوال، 1 آیا حقیقت داره این مطلب؟ 2 آیا 100% میدونم که حقیقت داره؟ هر کدوم از اینا هم چند تا زیر مجموعه دارن. 3 وقتی این فکر میاد تو سرم چه واکنشی نشون میده، ذهنم چه ریاکشنی نشون میده
و 4 اگه این فکر رو نداشتم چه نوع آدمی بودم. این 4 سوال رو که بازم اصرار هست که بنویسیم جواب ها رو. بعد قسمت انقلابی کار شروع میشه به اسم ترن اراوند یا برگردان زدن، که اون بیانیه اول هرچی بود درست خلافش هم در نظر میگیریم. و این اگر شاهنامه فردوسی رو مطالعه کرده باشیم میبینیم این حماسه بین ایران و توران میشه همون ترن اراوند، یعنی یه چیزی رو وارونه کردن. و بنابراین برای ما ایرانی ها مطالب این کتاب اینقدر با ادبیات ما عجینه، اینقدر نزدیکه با قلم فردوسی، با اون روح و روان حافظ، با اون پختگی و سفرکردگی سعدی، با شجاعت و اون عشقی که در نظامی گنجوی هست، با خصوصیات ماه که بهترینش رو در حضرت مولانا میبینیم و خصوصیات خورشید یا شمس تبریزی و همچنین رودکی یا نقطه صعودی ما و شیخ بزرگ عرفان جهان که در دربان آسمانی هم ولیعهد به حساب میاد، عطار نیشابوری. کل این مطالب بسیار نزدیک هستن، فقط تا اونجایی که امکانش بوده سعی شده که این کتاب عیناً ترجمه متن اصلی باشه. جاهایی که برای خواننده فارسی زبان این افتخار به وجود میاد که حافظ هم همین رو گفته به شکل پاورقی این موضوع ذکر شده و امیدواریم همینطور در سالهای آینده خود دوستانی که این کتاب رو میخونن و از این روش استفاده میکنن، که البته میشد ما همون پرسشنامه رو عیناً به شکل پرفوره تو همین کتاب بیاریم، ولی نتیجه چندان دلخواهی نمیداد. لازمه که شخص کل کتاب رو بخونه، با تعداد زیادی از افراد مصاحبه میشه و تو این مصاحبه‌ها تقریباً میشه گفت نکته‌ای نیست که ناگفته بمونه. هر چیزی که مشکل زاست در واقع اینجا مطرح شده، راه حلش هم گفته شده، از ناراحتی‌های جسمی گرفته تا اعتیاد، تا مثلا شخصی که فکر میکنه همسرش بهش خیانت میکنه، از چیزای کوچیک تا مسائل بزرگ، یکی یکی. اول شخصی اومده پیش این خانم نشسته روی پلتفرم، اولش بسیار عصبانی، ناراحتی که چند دهه هست باهاش هست، حتی از بازمانده های آشویتز و جنگ جهانی دوم. خب به نظر اون شخص آن چیزی که داره اذیتش میکنه کاملا واقعیت داره و با همین 4 سال و جواب بدون استثناء شخص وقتی صحنه رو ترک میکنه بدون استثناء با قهقهه خنده است که سالها من چی فکر میکردم و جریان واقعا چی بود. و به این ترتیب زندگی ها رو از حالتی اذیت کننده، از حالتی که هم شخص خودش داره آزار میبینه و هم لاجرم عزیزانش، اطرافیانش رو هم داره اذیت میکنه، یه مرتبه تبدیل میشه از یه زندگی جهنمی به یه زندگی واقعا بهشتی، به یک زندگی که هر لحظهش دوست داشتنیه. و در واقع به عنوان خلاصه مطلب
اینی که ما با افکارمون چگونه رفتار بکنیم. پیشنهاد بایرون کیتی اینه که دقیقاً همون رفتاری رو با افکار میکنیم که یک مادر با فرزندش میکنه. و خیلی وقتا هست که مادری با بچه‌های خوبش زیاد کاری نداره، چون اونا به هر حال دارن کارهای خوبشون رو انجام میدن. یه بچه هست که خیلی اذیت میکنه. چرا؟ چون توجه میخواد و افکار ما هم نیاز دارن به توجه. دیدین الان یه بچه کوچیک ممکنه ببینه مامان یا باباش حواسش بهشون نیست، بیاد تمام اینا رو بریزه رو زمین. بچه بسیار خوبی هم هست، حالا نیاد بچه این کار رو بکنه ولی پدر و مادر خب حواسشون به دیگرانه، فقط یادشون رفته که این فرزند هنوز توجه لازم داره. و این توجه کردن به افکار بزرگترین هنریه که یک انسان میتونه داشته باشه. چون ما چه بخوایم چه نخوایم، از صبح که پا میشیم ذهنمون پره از فکر، از اینی که باید مسواک بکنم تا افکار دیگه. و حالا وقتی ما هر نوع فکر و همونطور که در واقع الان زندگی ما ممکنه پر از ترس و نگرانی باشه، یعنی گذشته احساس گناه، سرزنش خود و افسردگی، و آینده ترس و به اصطلاح ناراحتی های دیگه ای که وای چی میشه اگر اینطوری بشه یا نشه. در حالی که ما هر آن چیزی که هست رو وقتی دوست داشته باشیم، دیگه موجبی تشکر میکنم دیگه موجبی برای ترس نخواهد بود. بنابراین این دوستدار هر آنچه هست بودن، یعنی در واقع خب چیزای خوب رو که اینان هستن، افکار ناجوری هم که در ذهن اون میان، طوری باشون رفتار میکنیم که یک مادر با بچهش رفتار میکنه. و در این کتاب به زیباترین شکلی این کار یاد داده شده. یک کتاب آموزشیه که از همون قدم اول شخص به راحتی باش ارتباط برقرار میکنه و امیدواریم بعد از این رونمایی‌ها در تهران در سال آینده، سال 1400، سفری هم در دور ایران از مرزها گرفته تا داخل ایران داشته باشیم. و واقعا این روز رو من میبینم، روزی که همین کتاب درسی بشه و همه قشنگ یاد بگیرن که چون به هر حال افکار هستن با ما، به جای بیرون کردنشون، یعنی یه کار غیر ممکن، و یا اینی که انتظار داشته باشیم افکار همیشه افکار ناز و خیلی قشنگ باشن، یاد میگیریم که افکار هر چی که بودن باشون کنار بیاییم، یعنی دوستشون داشته باشیم. loving what is، یا دوستدار هر آنچه که هست. خیلی ممنونم از وقتی که دادین. امیدوارم که خوب و خوش باشین، سرمایه امروز کسی رو اذیت نکرده باشه و گرمایی که این مطالب این کتاب تو زندگیتون میاره جبران این سرما رو خواهد کرد. و خیلی خوشحال میشیم که همه خودشون رو نه تنها عضوی از چیز ببینن، بلکه در پیشبرد این کار، یعنی هر کس خودش رو استاد بدونه، استاد زندگی بدونه. و بزرگترین هنر هم هنر زندگی کردنه. و در جایی زندگی میکنیم که با وجود تمام مشکلات، اینه که بله مهاجرت زیاد داره میشه، نه تنها مغزها، الان طبقات عادی هم دارن میرن، ولی
عده‌ای هم ترجیح دادن که بمونه و همین عده که برای نسل‌های بعدی افتخار به همراه خواهند آورد. خیلی ممنونم از لطفتون. امیدوارم که در جلسات بعدی متشکرم و خیلی ممنون از دوستی که حتما سلام میکنم. تشکر میکنم. چشم. چشم. ویدیوش بعدا ضبط میشه بعدا کاملش رو بشنویم. ویدیویی که این تا یوتیوب میره. استاد یک دنیا تشکر. عالی بود. قربان برم. تشکر میکنم. استاد اولین استاد تیم من بودیم. تشکر 30 سال پیش. قربان خیلی با حمیلا ابراهیمی بله. تازه تیم اومده بود، چی رو تازه آورده بودی تو ایران. خیلی خوشبختم از حالا حتما در استاد یه دونه هم به من بدید لطفاً. نه الان